اینا دوستان عزیز دیدین واقعا اینا بهاری صدقه و کمی هم باشه خلق یاردم شوه. السلام علیکم بوجا جان. نغزی سازی این نگاه کنجوره نغزی بوجا اینا نگاه که خیلی طرفم انمی صاحبی باغ انمی مرده که اشانی سعید جعفر میگن اینا. ای زنده باشه. هزار رحمت هر وقتی که میام من خونه خسرم میشوند مرا هم میگیری با قدرت خدا این $1000 رو دیدین بچه هر $1000 صنف 11 اینا ای زنده. خب سلام علیکم دوستان عزیز. داخل فرخور حضور داریم. این درونی باغ داریم فرخورده. خیر راستی بی باغ خسر ما چند بار نشون دادیم با یک برادرام میدونن. من یک چرا چند سال بود ندیده بودم. اینا نه که دیدیم این شما نشون میتونم دریا کی هست همین اینا اینا قرولو میگم برادرام. اکبر اینا پخته اینا خومه قرولو اینا ببینید دیدین برادرام قرولو اینا به سراش خامش دیگه مقصد ببینید قرولو شاخ بناوده بستگی قرولو نمیدونم کدوم میدونین کدوم نمیدونین این قرولو میگن. انا که با یک دیگه نشون میتونم اینجا ببینید که برادرای عزیز ایشم چیسته برای شما اینا برادرای عزیز اینا دیدین شاخ بناوده اینا بی بچه اینا دیدین دوستای عزیز اینا بی شکسته نهاده در زمین هر بیسو بستن اینا بی شکستگی خداوند برکت چکی بته اینا بی یک تد نمیدونم این هم شاخ بناوده اینا بی بچه اینا دیدین این برکت ببینید این فیض ببینید این نوش و نیمت ببینید چیز تک برای برادرای غریب ایله هر کسی که باغ یاد کرده برای همه اکترم نشان دادم. نگاه کنیم برادرها دیدین شاخ بناوده چه بستگی ها نگاه کنید بیاین شاخ بناوده برادرای عزیز یگام جای چشم بندیش نیست. اینا چیست هم دهقونی او دادیان پرو تمام دیگه یگام چی نیست. اینا بی شکستگی همش باور میکنیم به قدرت خدا همش شکستگی نختون بینیم یگام جای چشم بندیش نیست. فقط آدم در کاری که بچینه در همین دهات کار کنم بگی خداوند برکت هم میته ریزق هم میته همه چی رو میته. اینا بی به قدرت خدا فقط بچی تمام اینا بی اخی شکستگی همش در روی زمین اینه خدا میقمیته آدم اینه برادرو خدا داده گه اینا دور نمیریم. السلام علیکم بوجا جان. نغزی سازی این نگاه کنجوره نغزی بوجا اینا چی گفتنی در $1000 هر $1000 صنف 11 اینا ای زنده باشه بوجا جان. اکد اینا خدمتی خلق ده این بوجا ما اینا خدمت خونه ده یوخه راست خونه میبری چی میکنی یورا کامپوت اینا برادرو ورینی میکنه میزنه گرینی میشه نه کوربو. خیلی برکت دیدی فیض برکت دیدی. زنده باشه دوستانم خدا یارو مددگار. خیلی دیگه چی بگم اخی اینه همین بهشت همین قمیشه اخی اینه برادر بهشت روی دنیا اینو دیدین شما هم بچه اینه بستن اینه بیا بهشت همین قمیشه بهشت ما میگیم که تاجیکستان ما بهشت اینا بهشت اینا با قدرت خدا ختم بینه با یکی درخت هم بالا اومدگی انا که با اسم دریم با رفتن میگه ولی شما با نشون میتونم نگاه چی میبره آیتوری سرما نگاه $1000 رو بی بچه آیتوری سر $1000 رو بی قطار اگر هم $1000 ایره بی با هم رفتن میگیری با قدرت خدا این $1000 رو دیدین بچه اگه تو میخری این همه $1000 این طرف شو ببین اینه دیدین خودتون خیلی دیدین دیگه اگه اونجا چشم بندیش نیست که ما بگم که ما رو خمون برده موندیم اخی نه خودتون دیدین $1000 رو بی حلاوت با اینا بخینشون تو با اینا دوستان عزیز دیدین واقعا اینا گلگل شکوفانی باغ دیدین برادرها کی وقتی که کدای ما برومات که تاجیکستان بیشتر شما بله گفتم بگیرید فهمیدین اینا با اینی بودمو تمامی بودمو بستگی اینا انا کم خمیه اینا بچه ها دیدین $1000 خیلی اکا
اکه بار نگاه که خیلی طرفم انمی صاحبی باغ انمی مردکای ایشانی سعید جعفر میگن ایرا ای زنده باشه هزار رحمت هر وقتی که میام من خونه خسرم میشون مرا این فقط مردک مهنت میکنه اینمی باری فرزند و باری نویرو اینمی فقط اینمی با ایشانی سعید جعفر خدمت خلق ده فقط خدمت خلق خنداشونو بزنن اینا بچه‌ها خیلی باغ دیده باغ و راغ اینا سربلند خانه آباد باشید خیلی جوش هم یه بار نشون بتون خیلی به حد بسوره همین قد رفتگی هم خیلی به حد بسوره برادرو چی میگن نمیره خیلی نمیره اولو چی ترشن اولو اولو چای نمیره چی خیلی به حد بسوره نه برادرو دیده باغ اینا دوستان عزیز اینجا جای دهقونی های اینجا همه پرورده و اینا دیدیم پرورده رو برو مرغ و همه چی هست اینو به من خیسیون کنم اینا دوستان عزیز اینجا را فرخور میگن همه با باغ و انخلی چیه ده با دهقونی همه با دهقونی اینا هو میگه کو باقی آتتای نه باقی خسرم اینا برادر فرخورده اینجا خسرم باغ داره ای جان ایده جانان ای باقی من شانتون میتونم رفته اینا ای جانم هستی باغ دیده برادر باغ میگم باغ داری حال داری خیلی چین درش کم خیم بده ای چی گم نه اینا اینو گلوسنه و سلیوا میگن سلیوا ری خیلی فوزه سیو شفتالو نوک و گلوس و اولو بولو همه چیز بده جانم و بعد دوستان عزیز اگر پا میگم زندگی آدم هر خیل میگذره من خواستم تصمیم گرفتم که هر کاری کنم به هر صدقه و کمی هم باشه خلق یاردم شوه یاردم ما چیه فقط من شما دا میگم که اینا گرانیسا گذاشتن دا شرکتی محیدین برای گذاشتن گرانیسا برای کار شما آسان شدن خب اینا رقمای شرکتی محیدین انا برادرای عزیز با برادرای ما هستن که دولت روس هم روسیه بار میارن کم از اوقاتی برای وزبین برای سبوک برای کلان حجم و مقصد مایده همش میارن اینا رقمشون برادرای ما انا مرحمت اینم رقمو دا زنگ بزنیم براتون روی کنیم با تاجیکستان البته که برای وزبین باشن با خونتون میبرن سربلند خانواده باشن دوستان عزیز و با برادران که بلیت میخرن این برادرها اگه چندین سال ما قطعی رفت اومد دارم گارانتیش قطعیانده یا اولش خدا آخرش خدا خیلی دروغ نیستن نه من چند باره که هم مسکو میرم میام فقط هم یه زنگ میزنم که من فلان روز میپرم در راو همه ارزانش هم میبینن شما از عصر 21 ببینین ارزان کدومش که ارزان میگه این رقمش رو میمونم بلیط های ارزان فقط شما زنگ بزنید برای شما اینا بلیط های ارزان ای مسکو تاجیکستان میرین ای تاجیکستان ترکیه میرین ای ترکیه ازبکستان میرین که جایی که برین با شما بلیط دسترس میکنن این رقمشون بچهای باورینو کن بچهای خودمونن بچهای تاجیکن گفتی که هم یوونی خمونن ایوونی خمونن و قطبه نیستن مقصد بچهای دلپران این رقمای بلیط فروش سربلند و خانواده باشه